برای ساخت پاورپوینت با موضوع مورد نظرمون در ابتدا وارد سایت گاما میشیم. وقتی صفحه برامون باز شد در ابتدا باید ساین این بشیم. در قسمت بالا گزینه وسط رو انتخاب میکنیم. حالا از این طریق وارد حساب گوگل یا جیمیلمون میشیم. وقتی این صفحه برامون باز شد حالا مجدداً در قسمت بالا قسمت وسط رو انتخاب میکنیم تا قسمت پرامپت نویسی برامون باز بشه. در این قسمت که برامون باز شده پرامپت مورد نظرمون رو مینویسیم. باز با در نظر گرفتن شرایط پرامپت نویسی براش دستورمون رو مینویسیم. در نقش یک معلم پاورپوینت آماده کنید تا من به وسیله اون بتونم قضیه فیثاغورس رو به دانش آموزان پایه 7 تدریس کنم. و وقتی این دستور رو براش میدم برای من 10 تا عنوان میاره که هر کدوم از این عناوین در واقع عنوان یکی از صفحات ارائه من هست. در قسمت بالا چون زبانش انگلیسی است از اون بالا سمت راست میتونیم زبانش رو انتخاب بکنیم. ولی شما با همین پرامپت فارسی میتونید در واقع یک زبان فرانسه رو هم بگیرید. اونجا تعیین میکنید زبانتون به چه زبانی باشه. حالا روی گزینه کانتینیو کلیک میکنید تا صفحه برای ما ایجاد بشه. بعد از قسمت بالا سمت راست تم مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. با توجه به دانش آموزانمون دختر هستن، پسر هستن، از چه در واقع رنگی برای ابزارمون استفاده کردیم. حالا همه اینها رو میتونیم در نظر داشته باشیم و رنگ تم پاورپوینتمون رو انتخاب کنیم. همونطوری که میبینید الان صفحات در حال ساخته شدن هستن و متناسب با محتوا به ما تصویر رو هم ارائه میدن و این تصاویر و این صفحات کاملا منحصر به فرد هستن. یعنی همین پرامپت رو اگه شما همین الان در واقع بنویسید یک پاورپوینت دیگه به شما ارائه میده و تمامی این اسلاید هایی که الان در حال ساخته شدن هستن قابل ادیت هم هستن و میتونیم تغییرات مورد نظرمون رو روش اعمال کنیم و برای تدریس جذاب توی کلاسمون آماده بشیم. به همین راحتی ما میتونیم با در نظر گرفتن اهداف آموزشی و محتوای درسیمون، عنوان درسیمون یک پاورپوینت بسیار جذاب بسازیم. موفق باشید.